در دایره فستیوال هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان در گیمنازیای رقم دومی برای خوانندگان بالایوقت شهر دوشنبه درس کشود تربیوی تحت عنوان کتاب گنجینه بی‌بها برگزار گردید. در تدبیر مذکور رهبر مؤسسه، آموزگاران و والدین خوانندگان حضور داشتند. درس کشود تربیوی را خوانندگان صنف یکم تعلیمگاه با آمادگی همه‌جانبه در سطح خوب گذرانیدند. آنها با شعر و سرود و معروضه‌های پرمحتوا درباره کتاب و علم و دانش خاطر اهل طلا را شاد نمودند. محفل با معروضه‌های خوانندگان درباره کتاب آغاز شد. ضمن برآمد گفته شد که کتاب انسان را همدم و مونس و راهنما بوده، از مطالعه آن دلها روشن و قلبها منور می‌گردد. پیوسته مطالعه نمودن کتاب به کس نیروی تازه بخشیده، معنویاتش بای و رنگین و غنی می‌گردد. طوری از برآمد خوانندگان معلوم گردید آنها از خردی به مطالعه کتاب شوق و هوس بی اندازه داشته کوشش می‌کنند تا خوب خوانده در آینده برای پیشروی دولت سهم گذار باشند. سپس برای بریده خاطری حاضرین رقص موزون تعلیم گیرندگان پیشنهاد گردید که به محفل حسن و تراوت دیگر جمع کرد. در این برابر سرود عمومی نیز خیلی دلنشین صدا داد. در حقیقت راه اندازی چنین تدبیرهای ادبی و فرهنگی در بلند برداشتن سطح معرفت‌نوکی خوانندگان مساعدت می‌نماید. صحنه‌چه آموده نموده محصلین که وصف کتاب را داشت پسند مهمانان گردید. خوانندگان به خردی خود نگاه نکرده از عهده نقش‌های خود به خوبی برآمدند. واقعاً کتاب سرمایه خیرات، ثروت بی‌بها، کان گنج معرفت و جمع الفاظ نکوست که انسان را با راستی و راستکاری، خردمندی و مردانگی و متانت و بزرگی هدایت می‌کند.